آن قلعه گشایی که در قلعه خیبر برکند به یک جمله و بگشود علی بود. شاهی که ولی بود و وصی بود علی بود. سلطان سخا و کرم و جود علی بود. این هیچ ربطی، دوباره تکرار میکنم، ایلیا ابن عمران هم در علیه. این راجع به یک روح من دارم صحبت کنم، یک موجود. مولوی داره حرف میزنه. حالا دلیلش چیه؟ دلیلش که ایلیا 1400 سال پیش به دنیا اومده. بیت بعدی جناب آقای مولوی رد میکنه این نظریه رو که ایلیا ابن عمران همون علیه، ولی میگه ایلیا ابن عمران همون علیه. دقت کنید، هم آدم و هم شیس و هم ادریس و هم الیاس، هم صالح پیغمبر و داوود علی. این دقیقا نشون میده که به 1400 سال پیش بدنی که از فاطمه بنت اسد پسری به دنیا آمد به نام ایلیا ابن عمران که آدم بسیار بزرگی هم بود، ربطی به اون نداره. میگه آدم علی بود، شیس علی بود، ادریس علی بود، الیاس علی بود، صالح پیغمبر علی بود، داوود هم علی. هم موسی و هم عیسی و هم خضر و هم ایوب، هم یوسف و هم یونس و هم هود علی. کل ادیان هم در دو مولوی. این مطالب مولویه. 50 بار در جمهوری اسلامی سانسور شده. بیا تو این 700 سال رو بیتا رو عوض کنن، کلک بدن. اینجا مثلا اونجا میگه که یه جایی هست که توی همین وبسایت ها نوشته که قبله محمد بود و علی هم ساجد. دیگه اینقدر شعر عجیب بوده که جمهوری اسلامی اومده گفته که محمد رو بهش اضافه کرده. دسته که جمله این نیست. مسجود ملائک که شد آدم، مسجود ملائک نه عالم ملکوت، موجوداتی که کامپیوتری هم خیلی قوی هم. دیگه نمیدونم چی بگم واقعا. هم اول هم آخر و کل زمان رفت تو هوا. خیلی قشنگ توضیح بده. اول و الان، هم اول و هم الانو میتونست اینو بگی درست. هم اول و هم آخر. هم میگم آخر یعنی این که دیگه زبان نداره چون همین آخر نمیده دیگه. هم اول و هم آخر و هم ظاهر و باطن، هم عابد و هم معبد و معبود علی. خیلی موضوع رو فراتر میبره مولوی. میگه اصلا عاشق و معشوق یکی هن. مسخره کردن من تو. یعنی من عاشق خودم شدم، با خودم ازدواج کردم، تولید بچه کردم، بچم خودم بود، با دختری به نام خودم ازدواج کرد، یه بچه دیگه داد بیرون. موضوع عوض شده. هیچ عاشق و معشوقی نداره توی این وسط. موسی و عصا و ید بیضا و نبوت در مصر به فرعون که بود علی بود. میگه عصا و ید بیضا و موسی عیسی به وجود آمد و فلها سخن گفت. آن نطق و فصاحت که در او بود علی بود. میگه اگه عیسی هر کاری کرده دست علی. خاتم که در انگشت سلیمان نبی بود علی بود. و من رد میشم. آن نور خدایی که بر او بود علی بود. آن شاه سرافراز که اندر شب معراج با احمد مختار یکی بود علی بود. میگه اون که تو اتاق رفتش محمد داشت غذا می‌خورد اونجا رفت عشق کرده بود که خوشحالم بودم، واقعا خوشحالی رفت با تشریف بردن معراج، رفت اونجا فهمید یکی دیگه اونجا صابخونه کیه؟ علیه.